های بچه‌ها بچه‌ها میسم خوشم به یه ویدیو دیگه از چنلم. من تو این ویدیو اومدم بدوارز بازی کنم، ولی با سه بهترین سوسپک های بدوارز که آره امیدوارم که این ویدیو خوشتون بیاد، اپک هم خوشتون بیاد و اینکه حتما لایک و کامنت و سابسکرایب کنید و یادتون نره و تو سرور دیسکورد هم جوین بشید. دوستتون دارم خیلی زیاد و بریم سراغ ادامه ویدیو. لیتس گو. اوکی خوش اول پاکمون اینه یه اینجا رو ادیتور سانسور کن. این جاست استاپ که پنگوان ساختش باشه 16x و آره پک باحالیه. وسایلی که اینجا داره گپرش اصلا نیستم، وسایلشو نگاه کنید داره خودتون باحاله، پک خوبیه ولی اون اسمش یکم چیزه. وای من چرا سرخ؟ وای کریم مسلمون نیستی کریم. چوبش و پشمش البته یه چیزی که خیلی باحال داره اینه که چی داره؟ چی بود اسمش؟ ساوند داره. همین یارو و بهتون بگم دیگه. ای نه 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 نه. اوه زدمش. اینم آسمون شب روزش که آسمون روز و سانتش هیچ فرقی فکر نکنم با هم داشته باشه. آره مدل کندن بلاکش هم اینطوری دایره‌ای خیلی باحاله. نبشه اینم بلاک دایموندشه که خیلی باحاله. کلا یه حالت نمیدونم یه بازیای مثل تراریا اینا اینطوری داره احساس میکنم، یه همچین سبکی داره که خیلی باحالش کرده. میشه هلو پینک. اوکی بمیر. اینم بدشه که بنفشه دیگه، همه بدا بنفشه میکنم. تم بنفشیه و آره اینم پارتیکلاش این ببینید پارتیکلاش یه ستاره ها یا یه زبدرایی یعنی که خیلی بالا خیلی بهتر خیلی واضح تر ببینید اینطوری پارتیکلاش که خیلی قشنگه. ناموسن بستم میگم و ولی من میزنمش. بودو دمیجشه که اچ پیش بانه. اوکی جی. اوکی خوش مچ دوم با پک اسپریت 16x اومدم و خیلی قدرتمند. آسمان صبحشه بخشید سانستش یه چیزی تو این مایه ها سانست پیدا سانست نداره. سانستش همچین چیزیه، شبش هم همینه دیگه. آره سانست نداشت اما ناراحت شدیم تغییر نمیدنیم بولو، ولی بول قشنگه تمیزه. اینم چوباشه و اینم که لیبولشه که همه جا داره. کلاسیرشه که رایسر عادیه تقریبا. کامبو قدرتمند حرفا مثلا مال پی پی نبود باشه. اینم با کندن بلاکشه، کندن بدشه قدرتمند. آرمورش هم که همین دیفالته تقریبا میشه گفت. داشتمون خیلی عجیب فایت میده. اما واسه یه چیزی که به نظر این پک مشکل داره این سوردش یکم زیادی بزرگه از نظر من. حالا نشون ندادم یعنی یه امرال مربعی داشت دیگه نشون ندادم. اوکی پینک اینجاست. بای پینک. یه همچین دایمندی داره حالت دیفالته. اینم بلاکشه. طرف خودشو وید کرد. نایس و دایمند باحالی داره. اکچولی دایمند دیفالته ولی یکم تغییرش داده و باحالش کرده. بریم ببینیم انیمیشن چیش این چند تا چطوره. انیمیشن این چند چطوری بگم باحاله دیگه خوبه. طرف میخواد این جامپ بزنه یو گنگ. اوکی داشت دمیج خوار مادر خوردی الان میدونستی که ترای هارد زدمش اینم و کاملا قدرتمند زدمش. چیز عجق وجق و خفنی نیست که بخوام بگم نه یو گنگ ولی پک تمیزیه. ارزش دانلود داره و دانلود کنید لذت حلال ببرید و آره دیگه خیلی خوبه. ببینیم رد چطوره. رد الان یه دیک از جلو بدش دیک ساخته. دیک معلومه جلو بدش و خیلی بی‌طریقه جناب. و بریم این بده دیکیش رو بزنیم. دیک چیه ساخته برادر من. طرف داره میاد. اوکی رفت اون ورسان. این با دست نه حال ندارم با دست بزنم واقعا. وید شد بچه اینا وید نشد بدش. آها دو زنان تو هم زدم. اوکی یه دونه یلو مونده. این گپه رو میزنیم. خودش میخواد بیاد. این بازیکن میره بالا میاد پایین. اسپم کامبو و وین جی این بازیکن. اینم با 7 تا کیل این مچ هم با این سوسو که قشنگ وین شد.
اوکی خوش شدید مچ سوم. تو مچ سومم یلو هم و با پک نویس 16x بعد این بازی های تودی هم دو بعدی قدیمی میفته آدم الان رفت بود دیگه. میایم اینجا کشتیمش، اینم که گفتم کندنش. لک که دادش دارم میرقصم. اوکی کیه؟ نه این شبشه، این سانستشه، بنفشه همونه تقریبا. او میچرخم فرق میکنی. واو او مای گاد دیگه. سب کن نشون بدم سانستش این سانستش اینه. ببخشید این اشتباه بود. این سانستشه، سانست قرمز. من سانست های قرمز رو خیلی دوست دارم، قرمز ببینه. و اینم آسمون صبحشه که یه آسمون دیفالتیه. دایمندش این شکلیه، خود دایمندش هم خیلی خیلی زیباست. اومد کامبا میقالی بمیرو اسکول. این چی میگه؟ خوب بزنم. اوکی کار تو رو باید سریع تمام کنم. کار تو رو خیلی باید سریع تمام کنم. بمیر. اوکی این از این. پینک چی؟ پینک هم وید شد، فاینال شد. منطقیه. این که گپلاشه، گپله باحالی داره. اینم فایربالشه که فایربالش خیلی میگم یکم عجیب غریبه، انگار ازش آتش زده بیرون و تا نیومدن این آیتماشه دیگه. خودتون ببینید سریع نشون میدم. آیتمای کول و حقی داره. خوش من آمد. و هست ما میریم بالا سر داشه وایتمون. هلو وایت. و سعی میکنیم بزنیش. نه پیپیش خوبه، پیپیش خوبه. خوش من آمد. اوکی بعد آکوار فکر نکنم بزنم دمیج سگم رو کسی باز نکن. با بعد دارم بک دادم. نه بمیر. اوه چیز. اوکی بودو. ای بدش. خودش هم افتاد. جی. اوکی ممنون که میرید. رنگ ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب نره برای 100مین بار و خدا نگهدار. بای برید.